گفته بودم چون بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. دوستان و یاران همراه سلام. با مجموعه آموزشی گوهرشناسی آقای عقیق در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امیدواریم که پس از سپری کردن این دوره بتونید گوهرهای اطرافتون رو به سادگی شناسایی بکنید و کمکی در جهت پیشبرد گوهرشناسی عمومی داشته باشید. قبل از اینکه من ورود کنم به بحث گوهرشناسی، چند تا نکته برای این دوره خدمت شما دوستان عزیز عرض خواهم کرد. اولا چون که این دوره به صورت مجازی و آفلاین برگزار میشه، خب قاعدتا شما نمیتونید گوهرها رو از نزدیک مشاهده بکنید، لمس بکنید و حس لامستون رو در شناسایی گوهرها استفاده کنید. اما خب ما سعی میکنیم در طول این ویدیوها بیشتر تصاویر گوهرها رو خدمت شما ارائه بدیم تا شما بتونید به راحتی گوهرهای اطرافتون رو شناسایی کنید. نکته دوم اینه که گوهرشناسی پیشرفته قاعدتاً باید از دستگاه‌های گوهرشناسی استفاده بشه و این استفاده در فضای مجازی خب قاعدتاً نمی‌گنجه. اما ما سعی کردیم باز هم روش استفاده از دستگاه‌ها رو هم در طول دوره گوهرشناسی مجازی خدمت شما دوستان عزیز ارائه بکنیم. نکته بعدی اینه که گوهرشناسی اولین نکته‌ای که داره و باید حتما شما از اون استفاده کنید بحث تجربی بودن این دوره است و شما باید خودتون رو در موقعیت ارزیابی و شناخت قرار بدید. یعنی باید سعی کنید جاهای مختلف، گوهرهای مختلف رو برید نگاه کنید بدون اینکه اسم گوهر رو نگاه کنید ببینید آیا اون گوهر رو میشناسید یا نه. مثلا به یک موزه برید، مغازه‌ای برید، جای مختلفی که تشریف میبرید، سعی کنید گوهرها رو بدون اطلاعاتی که زیر خود گوهر نوشته شناسایی بکنید تا بتونید تجربه کسب بکنید، چون این علم مستلزم تجربه بسیار زیاده. اگر شاید بخوام یه نکته کوتاه راجع به تجربه بگم، یعنی که شما اگر 2 نمونه عقیق دیدید معنیش این نیست که همه عقیق‌ها رو دیده باشید. حتی کسانی که سالیان سال دارن تو این عرصه کار میکنن ممکنه یه عقیق براشون بیاره که اون عقیق جدید باشه و اونها اصلا شبیه به اون از لحاظ نواربندی، بافت یا رنگ رو ندیده باشن. پس این رشته مستلزم تجربه بسیار زیادی هست. نکته بعدی اینه که هیچ وقت تحت هیچ شرایطی و در هیچ مکانی حدی نکنید، یعنی اینکه خودتون رو به مبارزه طلبی دعوت نکنید، چون ممکنه متخصص‌ترین افراد یا متخصص‌ترین گوهرشناس‌ها هم قضاوت اشتباه بکنن، چون شما با یک جنسی سر و کار دارید که فوق‌العاده کمیابه. پس خیلی مقید نباشید به علمتون و تأکید نکنید که من مطمئنم که فلان گوهر حتما این که دست شما هست نامش فلانه. اینو دقت بکنید که ممکنه اشتباه بکنید و سعی کنید به نظرم رو حتما اول جملتون قرار بدید. اگر یه سنگی رو به شما نشون میدن به نظرم میاد که عقیقه، به نظرم میاد زمرده، به نظرم میاد الماسه و قطعی صحبت نکنید، چون احتمال خطا و اشتباه حتی در بزرگان این علم وجود داره. نکته بعدی راجع به این دوره من باید خدمتتون عرض کنم، سعی کنید علاوه بر این که این ویدیوها رو نگاه میکنید مطالعه‌ای هم در همون زمینه داشته باشید که بتونید در بحث‌های پرسش و پاسخ هم شرکت کنید و بتونید بار بیشتری از این دوره آموزشی ببرید. من سعی کردم که حالا نکات مهم در این دوره رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه بکنم. انشاءالله که بتونیم در طول دوره ویدئوی آموزشی که خدمت شما هستیم بهره کافی رو به شما برسانیم. روز و روزگار بر شما خوش باد.